أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. در آیه قبلی الله جل جلاله نشان یا آثار مقدمه قیامت را بیان کرد که قیامت آمدنی هست و یکی از آثار آمدن علامه یا نشانه برپا شدن قیامت تکان و جنبش زمین هست که به نام زلزال یا زلزله هست. الله جل جلاله جای دیگر می فرماید که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه لشیء عظیم. ای مردم از خدایتان بترسید، یقینا تکان یا جنبش قیامت بسیار یک چیز بزرگ است. الله جل جلاله در آیه قبلی گفت که و یوم نسیر الجبال، روزی که ما کوه‌ها را در حرکت می‌اندازیم و زمین را پخشی و بلندیش را هموار می‌سازیم و زمین بارز می‌شود. بارز به معنای هموار، مثل یک میدانی که توسط زاویه پخشی و بلندی از او گرفته شده باشد، یک اثر در شرق و غرب در بین این سرزمین دنیا دیده شود. اینجاست انسان ها همه میمیرند ولم نغادر منهم احدا، هیچ کس را ما در حالت مرگ و مرده قرار نمیدیم، همه را بلند میکنیم، به حضور خداوند بلند میشوند. وقتی که بلند شدن آیت را گوش کنید. و عرضوا علی ربک، پیش کرده میشوند، عرض کرده میشوند، تقدیم کرده میشود مخلوق بندگان الله علی ربک، به حضور پروردگار واحدت، صفا، در حال صف بسته. مخلوق به حضور خدا ایستاده است. همه مخلوق در انتظار فرمان پروردگار هستند. به کدام حالت؟ برهنه. از کلانای خود میشنیدیم سخن عوامانه را میگفتند که در آخرت چشما در سر میباشند. اگر کسی شنیده باشه چشما در کجا میباشند؟ در سر میباشند. چرا؟ با خاطر که عورت یکدیگر را نبینه. این یک سخنی است که نه رنگ و نه شریعتی دارد، نه دلیل و استدلالی دارد. در قرآن و سنت پیغمبر جای از این کلمه نیست. نی آیت را میخوانیم، به مو شکلی که آیت را خواندیم عقیده ما اصلاح شود. و عرضوا علی ربک، پیش کرده می شود مخلوق، عرض کرده می شود مخلوق، تقدیم کرده می شود مخلوق توسط ملائک معظم علی ربک، به حضور پروردگار واحد صفا، در حال صف بسته. مخلوق صف بسته کردین، در انتظار الله هستند که چه فیصله میکنه. با کدام شکل ما هستیم؟ برهنه، سر برهنه، پا برهنه، بدن برهنه، شمگاه و عورت برهنه، زن و مرد همه یکسان یک جا. عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرماید که رسول خدا فرمود که در محشرگاه قیامت زن و مرد با هم یک جا برهنه بلند می شویم. عایشه می فرماید که یا رسول الله، آیا او جمع برهنه است با عورت یکدیگر نظر کردن می شود؟ گفت ای عایشه، حالتی نمی باشد که انسان عورت یکدیگر را سیر کنه. همه در غم خود هستند که به جنت میرم جهنم میرم. عورت فراموش می شود. آیت را گوش کنید. به این شکلی که ما در دنیا هستیم، چشمان ما کجاست، دهن ما کجاست، دست و پای ما چه قسم است، شکل ما چه قسم است، با اینمی چهره دوباره با حضور خداوند بلند میشیم. حتی در شریعت هر چیز را بیان کردن شرع نیست. حتی تفلکی که سنت شده است همان پوست اضافی دوباره برمیگردد. حدیث رسول خدا علیه السلام. درست شد؟ همان پوستی که طفل خرد را ختنه و سنت میکنند
وقتی که به قیامت انسان بلند می شود، در حال بلند می شود که ختنه نشده است، یعنی همان پوستک دوباره به همان طفلی که سنت شده است به هزار در هزار سال از او گذشته است، خداوند دوباره او پوست می آرد جا بگیرد. ببینید لقد جئتمونا، این آیت را همیشه یاد داشته باشید. لقد جئتمونا، قسمت به تحقیق آمده ما را، الله میگوید لقد جئتمونا، قسمت به تحقیق جئتمونا، آمده شما به پیش ما، کما چنانچه، بر کدام شکل و هیکلی که، بر کدام قواره که خلقناکم، شما را آفریده بودیم، اول مرتين، در ابتدا از مادرتان. از مادر چه قسم پیدا شده بودیم؟ بدون ختنه. چشمای ما در سر ما در طراق ایجا بود؟ نه، به می شکل بودیم. از مادر به می شکل آمدیم. خداوند می فرماید که قسمی که تو از مادر تولد شده بودی برهنه و به همون شکل خداوند دوباره بر می گردانه. لقد جئتمونا، قسمت به تحقیق آمده شما ما را ای انسان ها به محشرگاه قیامت، کما خلقناکم، چنانچه اول آفریده بودم شما را، آفریده بودم اول مرتين، در ابتدای خلقتتان، با کدام قواره، با کدام شکل برهنه تولد شدی، برهنه و پیش من آمدی، با همان شکل و شمائلی که بودی دوباره به پیش من برگشتی. چوکیت من، مقام و منزلت من، علم من، هنر من، تکنولوژی و انجینری و تکنیک من، بادیگارد و قوت و نسبت من، برهنه آمده بودی از مادر، دوباره به پیش من برهنه بلند شدی. بل زعمتم، شما این روز زیر نظر نداشتید. الله می فرماید ای انسان های بی ایمان، خطاب به بی ایمان هاست، شما این روز را زیر نظر نداشتید که این بادیگارد و مال و قدرت و وزارت و ریاست پادشاهی ما میماند، ما برهنه و پیش پروردگار خود دوباره بلند میشویم. بل زعمتم، بلکه شما گمان کرده بودید، الان نجعل، این که هرگز نمیگردان، نمیسازند، ما نمیگردانیم، نمیساختیم یا نمیگردانیدیم، یا اینکه برای شما مقرر نمیکردیم، لکن برای شما موعدن، محل دوباره بازگشت شما، یعنی به ایمان وعدگاهی به شما نبود. شما به این عقیده بودید که ما برای شما به خاطر برگشت شما وعدگاهی را نمیسازیم. بل زعمتم، بلکه شما گمان کرده بودید، عقیده کرده بودید که الان نجعل، این که هرگز نمیسازیم و مقرر نمیکنیم ما لکن برای شما بندگان بیدین، موعده، جای وعدگاهی که شما را دوباره و محشرگاه قیامت بلند کرده شد. و وضع الکتاب، وقتی که انسان ها به محشرگاه قیامت به پیش الله بلند شدن، انسان ها دو گروه می شوند. چند گروه؟ مؤمن، کافر. انسان کافر به محشرگاه قیامت الله برایش حتی مهلت ترازوی میزان را نمیدهد که به انسان کافر ترازوی اعمال سال شود و از این پرسان شود، مستقیما به جهنم می رود که خداوند ما را با ایمان بسازد. انسان های مسلمان، انسان های دیندار دو گروه می شوند، یا اینکه مورد عفو خدا قرار گرفتین، اعمال نامه در دست راست داده می شود، یا اینکه این انسان بدبخت است، مرتکب گناه است و سزاوار جهنم است، اعمال نامه به دست چپش داده می شود. این آیت را گوش کنید. و وضع الکتاب، گذاشته می شود کتاب اعمال نامه، فتر المجرمین، پس می بینی انسان های مجرم و بیدین را، مشفقین، ترسندگان، می ترسند، مما فیه، از آن عذاب و آن گناهی که و آن چیزی که در آن کتاب اعمال نامهش موجود است، تیار است. و یقولون، و می گویند یا ویلتنا، ای افسوس برای ما، ای هلاکت برای ما، ای تباهی و مرگ بر ما، مال هذا الکتاب، این چه کتاب است؟ این کتاب اعمال نامه مرا چه شده است که لا یغادر، نگذاشته است
صغیرتا نی خرده را ولا کبیرتا نی کلانی را الا احصاها مگر این که آن را احصائیه کرده شمار کرده است به حساب آورده است. این چه قسم کتاب است که گناه خرد و کلان ما از پیش از این تگ نشده است، همه در کتاب اعمالنامه ما جابجا شده است. مال هذا کتاب، این چه قسم کتاب است؟ چه شده است این کتاب را؟ این چه نوع کتاب اعمالنامه است که لا یغادر نمیگذارد، یعنی این خود در دنیا بود نگذاشته بود، نمیگذارد ترک نمیکنه صغیرتا گناه خرد مرا ولا کبیرتا نی گناه کلان مرا الا احصاها مگر که آن را حساب کرده است، در اعمالنامه ما نوشتش کرده. و وجدوا و میابند ما عملوا آنچه که در دنیا کرده بودند حاضرا همه در کتاب نوشته شده. حاضر به معنای نوشته شده. چیزی که تو در دنیا میکنی در کتاب نوشته می شود. رسول اکرم علیه السلام می فرماید که شما سخن کم بگویید، اگر سخن میگویید نیک سخن نیک بگویید و اگر نه خاموش باشید، سکوت داشته باشید. قسم است به خدا که حتی له و لعب شما را ملک نوشته میکنه. این خنده قهقهای ما، دو زدن ما، برادر خود توهین کردن، مسخره کردن. و وجدو، آیت را گوش کنید، و وجدو و میابند این انسان هایی که اعمالنامه را به دست خود گرفتین، ما هر آنچه که عملو در دنیا کردین حاضران نوشته شده. چیزی که تو در دنیا میگویی، راست میگویی، دروغ میگویی، خنده میکنی، قهقه میکنی، تمسخر میکنی، اتهام میبندی، همه در اعمالنامه نزد خدا نوشته شده. ولا یظلم ربک احدا، ولا یظلم ستم نمی کند ربک پروردگارت احدا هیچ کس را. الله ظالم نیست، مطابق اعمالنامه مکافات و مجازات را يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.